ابزاری که میتواند نصرت کند انشاءالله مکتب علی علیه السلام رو همین شبکه ولایت. عزیزان این شبکه ولایت رو تقویت کن. من در خدمت این شبکه بودم و تا آخر عمر خواهم بود. بعضی از آقایان از شرق کشور حیا کنن، خجالت بکشن، حیا کنن، خجالت بکشن. امام جمعه مسجد مکی یا یکی از بستگانشون که من دیدم 2-3 شب قبل با این شبکه بحث زنده داشت، رسما ما داریم اعلام میکنیم ما ببینید صبرمان و حوصلمون خلاصه یک حد حدودی دارد. یکی از این آقایان هم که ما اصلا توقع نداشتیم رفت به مکه و با همینها دیدار کرد و عکسش رو هم در اینترنت پخش کرد. خب دیگه اینقدر بی‌حیایی که بیای شما عکس رو هم در اینترنت پخش بکنید که من رفتم با اون فحاش‌های به اهل بیت دیدار کردم. مگه یه زنی نجس باشه مثل عایشه باشه؟ المرأة الف ولامش الف ولام عهده و مراد از اهل عهد عایشه هست. المرأة شر کلها، یعنی عایشه سراپا شره. زورتون میاد بگیر حضرت عایشه؟ ما به هیچ وجه برای عایشه حضرت نمیگیم، ما به هیچ وجه نمیگیم برای عایشه حضرت. ما علنا داریم میگیم، ما نفاق هم نداریم. چه اعلان کردم؟ یک نمونه شما به آقای غزیری به حضرت عایشه گفت توف سربالا. توف سربالا هست دیگه نیست. اگر کسی نسبت فحشا به همسران پیغمبر، نه تنها عایشه، به هر همسری، حتی همسر حضرت نوح بده و این در حقیقت اهانت به پیغمبر باشد، این خلاف شرع حرام تعزیر دارد. اگر جلوی من کسی همچه کاری بکند من تو دهنش میزنم. واقعا یکی از بحث هایی که امروز در این همایش برای شما ارسلام تکفیر بود این بود که آقایان درخواست داشتند و خود آیت الله مکارم شیرازی که آقایان اهل سنت هم در کشورهای مختلف بیان شبکه‌های ماهواره‌ای راه اندازی کنن و آقای مکارم هم گفت من هم به نوبه خودم کمک میکنم. شما این تو ماهواره هاتون این حرفه های چرندی که میزنید چی میگید؟ آقای هاشمی یک روزی شما رو هم دستگیر میکنیم، میکشیم، محاکمتون میکنیم، تو هلاکتون میکنیم. میگن 3 تا فیلم ساخته بشه، یکی فیلم عایشه ساخته میشه، یکی هم فیلم کالکراب زادگاه این آقا ساخته بشه که این 3 تا فیلم با هم انشالله بره روی آنتن ها، اونجا دیگه کاملا مشخص میشه که چی هست. ولی ما اونی که مهم هست برادر عزیزم، از هر گونه فحاشی، اهانت، نسبت‌های نادرست، چون ببینید کسی بیاد به همسر ما توهین بکنه در حقیقت توهین به خود ما هست، هیچ فرقی نمیکنه. به ناموس شما کسی بخواد توهین کنه در حقیقت به خود شما توهین کرده. ما میگیم آقا توهین به نوامیس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نتیجهش توهین به شخص نبی مکرمه. بله. ما با این مخالف هستیم. اگر مسلمانی نقش قبر دون 2 نفر و بیرون آوردن معاویه، عدم ایمان معاویه و ابو طلحه و زبیر و عایشه و اینها اهل آتشن و اهانت به مقدسات هر مذهبی به ویژه اهل سنت رو ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. خجالت نمیکشید شما؟ خجالت نمیکشید شما؟ بنده ضمن تشکر از خیرخواهی و اظهار لطف این عزیزان برای ناامیدی دایشان اعلام می‌دارم که در برنامه چند شب قبل قصد هیچ گونه توهینی به هیچ کس را نداشتم. خجالت نمیکشید شما؟ بی‌حیایی که بیای شما عکس رو هم در اینترنت پخش بکنید. شما چندین ساله که به اهل سنت در اون منطقه ظلم کردید و خودتون رو فربه کردید، زنهای متعدد گرفتید. اعلام می‌دارم که در برنامه چند شب قبل قصد هیچ گونه توهینی به هیچ کس را نداشتم. هر کجا رفتید برای شما گاو و گوسفند قربانی کردند. اونا قبلا چطور بودن، الان چطورن؟ در حالی که من هیچ منظوری نداشتم در همین جا از ایشان عذرخواهی می‌کنم. ما نه در حد اینکه محکوم بخوام بکنیم یا جسارت بخوام بکنیم، نه، ما اهانت به مقدسات اهل سنت رو
واقعا گناه بزرگ و نابخشودنی می‌دانیم. در بعضی از خبرها آمد که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن. اینم تعارف بردار نیست، همه میدونن، خودت هم به اون راه نزن. ارتباط شما با عبدالمالک ریگی مشخص بود و چندین نفر از جمله شهبخش و دیگران رو که گرفتند علنا با شما ارتباط داشتند. بعضی از علمای اهل سنت رو کتک زدید و فیلم برداری هم کردید و یکی از محافظان شما هم فیلمش رو فرستاد، موجوده. بنای شبکه ولایت توهین به هیچ اهل سنتی نیست تا چه رسد به جناب آقای مولوی عبدالحمید مرادزهی، جناب اسماعیل زهی، من عذر میخوام. آقای مولوی گرگیج حضرت استاد از علمای اهل سنت و سلفی استان گلستان اخیراً در خطبه های نماز جمعه اعلام کرده که هر گونه عزاداری خلاف سنت هست. که مولانا محمد گرگیج گفته بود که مثلا ما عزاداری اهل سنت نداریم. خب بعد شما گفته بودید که همین موضوع منظورتون مثلا محمد حسین گرگیج بود که اول عالم سلفی مثلا میگه ما نداریم، دارای که اهل سنت دیگه عزاداری دارن. درسته؟ نه ما ایشون رو خطاب سلفی نکردیم، کجا گفتیم ما این رو؟ نه ما ایشون رو خطاب سلفی نکردیم، کجا گفتیم ما این رو؟